که خوشگلا تینت گل سرخی هم گفته بود که من تستشو بذارم. این تینت قلمی گل سرخیه، رنگای جدیدمونه که زیادم تستشو من نذاشتم. چند هم برگرفته شده از اون کاسه های گل سرخی قدیمی بودن. ایران، نماد ایرانه دیگه. این محصول ایران رو گفتیم که روش بذاریم. رنگ گل سرخی که میشه شمپینک، انگلیسیش میشه پرشن پینک. جذابی داره، یه صورتیه که حالت مات داره که ما توی رنگامون واقعا کم داشتیم. اینو به نظرم که جا داشت که واقعا اضافه بشه. سریع پیگمنت بالایی هم داره، خیلی هم جذابه. الان تازه هم که آوردیم خیلی سریع هم طرفدار پیدا کرد و خیلی سریع ثبت شد و قابل ثبت هم هستش. الان دیدی که من دارم صحبت میکنم 1 دقیقه تقریبا شد، 2 دقیقه شد، موندش روی گونم. به این برسیم که آقا تینتای میاز فرق دارن با تینتایی که داخل بازار هستن. آوردم اینو بهتون نشون بدم که من این همه مدتم اینو گذاشتم روی گونم، موندش. با اینکه موند اصلا لک نمیشه، شما 1 ساعت هم بذارین بمونه باز لک نمیشه. فرمولاسیون خاص و ویژه است، فرق میکنه با تینتایی که توی بازار دیدین و تینتایی که میخرین. تینتایی که حالا هر برند دیگه میتونه خارجی باشه، ایرانی داشته باشه. این اولین باره این تینتی رو فقط میاز تولید کرده برای خاص پسندا. اینم از پیگمنت بالاش که صورتی، کسایی که صورتی دوست دارن. و این رخ جذاب بهتون بده. سنتون هم خیلی پایین تر نشون میده، نکن با اینکه موهامو لایت کردم با سنمو پایین.